استارتاپ ویزای پرتغال 7 گام اصلی و مهم داره. درود، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید. امروز در مورد 7 گام مهم استارتاپ ویزای پرتغال صحبت میکنیم. ما محتوا و ویدیوهای زیادی در مورد استارتاپ ویزای پرتغال آماده کردیم و براتون به ترتیب قرار میدیم. چنل رو دنبال بکنید تا اینکه به یک اشراف کامل از پروسه استارتاپ ویزای پرتغال برسید. امروز در مورد 7 گام اصلی استارتاپ ویزای پرتغال صحبت میکنیم که شما تمامی این مراحل رو باید دونه دونه طی کنید تا به ویزای استارتاپ پرتغال برسید. قدم اول، خلق ایده. شما باید یک ایده یونیک برای استارتاپ خودتون داشته باشید. این ایده باید جدید باشه، نوآوری داشته باشه و اسکیل پذیر باشه. 3 تا فاکتور خیلی مهمه. 1. خلاقیت داشته باشه، نو باشه. قرار نیست که یه چیز خیلی جدیدی رو ما ارائه بدیم که اصلا مشابه قبلیش وجود نداشته. شما حتی یک پروداکت، محصول، سرویسی که قبلا وجود داشته رو بتونی افیشینت تر بکنی، راحت تر بکنی یا تکنولوژی رو اضافه بکنی، یک ایده خوبه. نکته دوم اینه که ایده‌ای که شما انتخاب میکنید باید برای اون مارکت مفید باشه. شما باید مارکت ریسرچ انجام بدید از فضای پرتغال و اینکه ایده شما چطور میتونه اجرایی بشه در این فضا و چقدر شما اصلا مارکت دارید و همینطور بعد اتحادیه اروپا و حوزه شنگن رو هم باید بررسی کنید که ایده شما چقدر به کار میاد. اگر این استپ دوم رو هم به سلامت طی کنید و این فاکتور رو هم در نظر میگیرید، فاکتور سوم اسکیل پذیر بودن ایده شماست. ایده شما نباید مختص مثلا شهر لیسبون پرتغال باشه. ایده شما باید مثلا از شهر لیسبون شروع میشه ولی بتونه اسکیل کنه به شهرهای دیگه، به کل پرتغال، به کل اروپا و همینطور در سطح جهانی باید اسکیل پذیر باشه، قابلیت رشد داشته باشه. یه نکته دیگه که باید در مورد ایده‌تون در نظر بگیرید اینه که ایده شما پولساز باشه. پولساز بودن نه در این معنی که بتونه درآمد تولید بکنه، یعنی این پتانسیل رو داشته باشه که اینوستورها، انکوباتورها، اکسلراتورها، انجل اینوستورها، ویسی ها پول بذارن روی استارتاپ شما که استارتاپ شما بتونه رشد کنه. مرحله دوم، تشکیل تیم استارتاپی. خیلی مرحله مهمیه، دقت کنید بچه‌ها. شما تیمی که شکل میدید میتونه 1 نفر باشه، 3 نفر باشه، 5 نفر باشه. ترجیح اینه که تیم حداقل 3 نفر باشه، چون شما به عنوان فاندر اصلی باشید و به عنوان یک عضو از تیم باشید. شما مثلا دیولپرید، میتونید در واقع کدنویسی رو انجام بدید، ولی آیا شما از بحث مارکتینگ، مالی، حسابداری و ابعاد دیگر این استارتاپ هم شما تخصص دارید و میتونید همه رو منیج کنید؟ پس بهتره شما تیم باشید، تیمی از تخصصهای مختلف. مثلا شما یک پروداکت دارید در قالب یک نرم افزار، سافر. 1 نفر کدنویستونه یا همون برنامه نویسه، 1 نفر تخصصش مارکتینگه، 1 نفرم مثلا مالیه، که این 3 تا بتونن در واقع این استارتاپ رو شکل بدن، پیش ببرن و به نتیجه برسونن. یک نکته خیلی مهم اینه که شما نترسید از هم تیمی شدن با فردی. توی استارتاپ ویزای کشورهای دیگه، مثلا کانادا، ما کار میکردیم به این شکل بود اگر یکی از اعضای تیم خارج میشد، عملاً کل تیم تحت تاثیر قرار میگرفتن و کل تیم میتونستن ریجکت بشن. ولی توی استارتاپ ویزای پرتغال رفتن یکی از اعضا برای مابقی اعضای اون گروه اشکالی به وجود نمیاره. نه در تاییدیه انکوباتور، نه در تاییدیه یاپمی، نه در ویزای شما، نه بعد از ورود شما هیچ اشکالی به وجود نمیاره اگر یکی از اعضای تیم میانه راه بخواد جدا بشه از اون تیم. پیشنهاد من اینه که اگر خودتون دوستانی دارید، آشنایانی دارید که میتونید با هم در قالب یک تیم شرکت بکنید، این بسیار بهتره که شما همدیگه رو بشناسید، شناخت کافی از همدیگه داشته باشید. ولی خب ما داخل مجموعه این تشکیل تیم رو برای بچه‌ها انجام میدیم. بچه‌هایی که با هم تخصصاشون با هم دیگه مچ هست میتونن یک ایده و در واقع یک بیزینس پلن رو با همدیگه شکل بدن، انجامش بدن و پیشش ببرن. مورد سوم، افتتاح حساب و ثبت شرکت در پرتغال.
شما برای اینکه بتونید مراحل رو طی بکنید، یک مرحله اصلی اینه که شما شرکتی که قرار راه اندازی بکنید با اعضای تیمتون هنوز وارد پرتغال نشدید، ولی باید بتونید هم افتتاح حساب انجام بدید، هم ثبت شرکت بکنید که بتونید ادامه پروسه رو طی بکنید، که این موضوع رو هم ما در داخل تیممون برای بچه‌ها انجام میدیم و هم ثبت شرکت رو براشون انجام میدیم، هم افتتاح حساب. میریم سراغ مورد چهارم، آماده سازی مدارک و بیزینس پلن. شما یه سری داکیومنت و مدارک باید آماده بکنید. این مدارک شامل پاسپورت شما، گواهی عدم سوء پیشینه شما، رزومه، سوابق کاری و تمکن مالی شماست که تمکن مالی که در این مرحله شما نیاز دارید برای یک نفر 7000 یورو هست. و فاکتور خیلی مهم تنظیم بیزینس پلنه. شما در این مرحله باید بیزینس پلن خودتون رو آماده بکنید، پیشچک خودتون رو آماده بکنید برای مرحله بعد که قراره با انکوباتورها مکاتبه بکنید. این بیزینس پلن شما باید بسیار بسیار حرفه‌ای تنظیم بشه و قبل از اینکه شما بیزینس پلنتون رو تنظیم کنید باید بدونید که قراره با چه انکوباتورهایی کار بکنید، چون هر انکوباتور علاقه های خاص خودشو داره و روی یک سری هیته های خاصی کار میکنه. مثلا انکوباتوری که تخصصش و بیزینس هایی که روشون اینوست میکنه و کار میکنه در حوزه گردشگری است، شما نمیتونید یک استارتاپ در حوزه آیتی رو بهش معرفی کنید. پس قبل از اینکه بیزینس پلن رو تنظیم کنید بدونید که این بیزینس پلن برای کدوم انکوباتوری که اون ایشوهای اون انکوباتور رو دخیل بکنید داخل بیزینس پلنتون. در بیزینس پلن باید نقش اعضای تیم به صورت واضح و مشخص عنوان بشه، چه پوزیشنی رو در تیم دارن، چه وظایفی رو باید انجام بدن. در پست‌های بعدی این مسئله رو عنوان می‌کنیم که بیزینس پلن باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، چه بخش‌هایی داره بیزینس پلن و شما چه نکاتی رو برای بیزینس پلن استارتاپ ویزای پرتغال باید رعایت بکنید که یک بیزینس پلن برنده باشه. این بیزینس پلن باید برای شما از انکوباتور تاییدیه بگیره و بعد از اون از یاپمی هم باید تاییدیه بگیره و در نهایت از آفیسر ویزا. پس باید خیلی خوب تنظیم بشه و موارد زیادی رعایت کنید. حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. مورد پنجم، مذاکره با انکوباتورها. تو بخش قبلی گفتم شما وقتی بیزینس پلنتون رو تنظیم میکنید باید بدونید برای کدوم انکوباتورها قراره ارسال بکنید و در این مرحله شروع میکنید ایمیل زدن و مکاتبه کردن با انکوباتورهایی که اینترست مشترک با بیزینس پلن شما و ایده شما دارن. شما مذاکره میکنید، مکاتبه میکنید و بعد حتی در مواردی انکوباتور از شما میخواد که در مصاحبه حضور پیدا بکنید. همونطور که قبلا گفتیم استارتاپ ویزای پرتغال نیاز به مدرک زبان نداره، ولی در این مرحله شما ممکنه با انکوباتور بخواید مصاحبه داشته باشید. پس تمامی اعضای تیم باید توانایی اینو داشته باشن که بتونن بیزینسشون رو، بیزینس پلنشون رو توضیح بدن، پیشتکشون رو توضیح بدن و یه ارائه خوب از استارتاپ خودشون داشته باشن. یک زبان انگلیسی معمولی و مکالمه معمولی که بتونید این کانکشن و ارتباط رو با اون انکوباتور ایجاد بکنید کافیه. ما توی تیم خودمون با انکوباتورهای زیادی کار میکنیم و هر انکوباتور کرایتریای خاص خودشو داره. پیشنهادم اینه که در مورد تمامی انکوباتورهایی که داخل پرتغال هستن حتما مطالعه بکنید به تفصیل، اینکه چه ایشوهایی دارن، چه اینترست هایی دارن و قبل از شما روی چه استارتاپ هایی اینوست کردن، کدوم استارتاپ ها رو قبول کردن، جذب کردن و در حال حاضر دارن ساپورت میکنن. و نکته‌ای که باید در نظر بگیرید و خیلی مهمه اینه که انکوباتور بعد از تایید اولیه و نهایتاً بعد از عقد قرارداد با شما چه خدماتی رو به شما ارائه میده و در قبال چه هزینه این خدمات ارائه میشه. هزینه انکوباتورها حدوداً بین 150 تا 450 یورو ماهیانه است که بین اعضای تیم پخش میشه و تقسیم میشه، که البته باید بگم بسیار بسیار مبلغ ناچیزیه در مقابل خدماتی که ارائه میده. و چرا در مقابل این هزینه ناچیز این همه خدمات به شما ارائه میده؟ میپرسید چه خدماتی؟ به صورت هفتگی و ماهیانه برای شما جلسات آموزشی برگزار میکنه.
کانکشن برای شما میسازه، شما رو با اینوستورها، ویسی ها لینک میکنه، نتورک شما رو گسترش میده، توی رویدادهای استارتاپی شما رو دخیل میکنه که بیاید بیزینس خودتون رو توضیح بدید، استارتاپ خودتون رو معرفی کنید و بتونید کانکشن هاتون رو زیاد کنید. بخش اعظمی از هزینه های انکوباتور رو دولت پرداخت میکنه، چون همونطور که قبلا گفتیم دولت بسیار حمایتگره در بحث استارتاپ ها. مرحله ششم و مرحله بسیار بسیار مهم گرفتن تاییدیه از یاپمیه. یاپمی آژانس دولتی رقابت و نوآوری پرتغاله. شما مدارکی که از قبل آماده کردید و همینطور تاییدیه‌ای که از انکوباتور گرفتید رو برای یاپمی ارسال میکنید. یاپمی میاد بیزینس شما رو بررسی میکنه، افراد تیم رو بررسی میکنه و همینطور تاییدیه که شما از انکوباتور گرفتید و اگر بیزینس شما مورد تایید باشه و برای اکوسیستم استارتاپی پرتغال و اقتصاد پرتغال مفید باشه به شما تاییدیه میده. پس ببینید این ایده‌ای که شما اینجا خلق میکنید، بیزینس پلنی که شما مینویسید باید تمام این کرایتریا رو رعایت بکنه، باید بر حسب اکوسیستم استارتاپی پرتغال و نیازها و مارکت پرتغال تنظیم بشه. این تاییدیه یاپمی از بین 1 ماه 2 ماه تا 6 ماه ممکنه زمان ببره بررسی بیزینس پلن شما و کلا در واقع استارتاپ شما. بعد از تایید اولیه یاپمی شما باید با انکوباتورتون وارد قرارداد بشین. یعنی یاپمی اول تاییدیه اولیه رو میده، بعد میگه شما با انکوباتورتون وارد قرارداد بشید. قرارداد شما با انکوباتورتون تنظیم میشه و بعد از اون یاپمی به شما تاییدیه نهایی رو میده. حالا شما برای خودتون و اعضای تیمتون به طور مشخص برای هر کدوم به صورت جدا تاییدیه نهایی از یاپمی میاد و این اجازه رو به شما میده که برای استارتاپ ویزای پرتغال اقدام بکنید. مرحله نهایی شما درخواست ویزاست که شما مدارکی برای سفارت مهم هست و سفارت در چک لیست خودش عنوان کرده این مدارک رو آماده میکنید، وقت سفارت میگیرید و اقدام میکنید به ارائه مدارکتون به سفارت. توی بازه‌ای که شما مدارکتون رو برای سفارت میفرستید باید گوش به زنگ باشید. در خیلی از مواقع آفیسر تلفن رو برمی‌داره، تماس میگیره و با هر کدوم از فاندرها ممکنه تماس بگیره. اونجا شما باید بتونید صحبت بکنید با آفیسر. اگر در واقع در مورد بیزینس خودتون و بیزینس پلن خودتون سوالی داره باید بتونید بهش پاسخ بدید و آفیسر رو هم در این مرحله باید متقاعد بکنید. تماس آفیسر مرسوم نیست ولی باید براش آماده باشید. هر کدوم از این مراحل، از این 7 گام مهم استارتاپ ویزای پرتغال پر از نکته است، پر از مسائلی که باید شرح داده بشه و توضیح داده بشه. ما تو این ویدیو خلاصه ای از این 7 مرحله رو خدمتتون عرض کردیم. مشخصا تمامی این مراحل رو ما در مجموعه برای کلاینت های خودمون پیش میبریم استپ بای استپ و خود کلاینت ها هم کاملا اینوالو هستن، کاملا درگیر هستن توی پروسه. ویدیوهای ما رو دنبال کنید. ما تمامی این ویدیوهای مربوط به استارتاپ ویزای پرتغال رو در قالب یک پلیلیست توی کانال یوتیوبمون قرار دادیم. حتما دنبال بکنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اگر هم که مشاوره مد نظرتون بود از طریق لینکی که در دیسکریپشن قرار دادیم میتونید وقت مشاورتون رو رزرو کنید.